اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، سلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران و خواهران عزیز و پدران و مادران مهربان، از نبودن شوهر، زن با برادر شوهرش همخوابه شده است. وای بر حال اینها. خوب گوش اندازید، شاید خود همان زیناکارها سخنهای مرا شنوند. بسیار دردناک است. یک برادر دیروز به من زنگ زدند، با چشمان اشکالات قصه خود را نقل کرد و از ما خواهش کردند که این را یک نواره کنیم تا عبرت برادران و خواهران ما و شما شود. دیروز یک برادر به من صحبت تلفنی داشت و خواهش کرد این را برای شما برسانم. آن برادر گفت من در خانه نبودم، به مهاجرت رفته بودم. از نبودن من برادری که از یک پدر از یک مادر بودیم، یعنی اکاش، بین چه خیلی درد میکند که برادری که راضی باشی برای آن جانت را بدهی، برادری که چه امیدها داری، فخر میکنی که برادر داشتن، ولی آن برادر جانی خیانت کنه، در نبودن برادرش با زن او همخوابه میشده است. این عمل آنها چندین سال دوام کرده است که خود شوهر این زن در این چند سال بیخبر بوده است. نخواستم به شما نامش را و سراغش را بگویم. و از این زن خیانتکار خود شوهرش میگوید 4 فرزند داریم و حالا از این کار به کسی با خبر نیست. حتی پدر و مادر پیر دارم، بیمار هستند. میگوید این برادر نخواستم به مادرم بگویم چون که شاید این را شنود دلش از کار ماند. برای همین به کسی نگفتم. این برادر میگوید دلم از دنیا خنک شده است. برادر من که آنچنان باور داشتم به جای پدرم میدانستمش، در حق من چه خیلی این کار را روا دید. اینها با 4 فرزند داشتند، چند سال با هم زندگی داشتند. این جوان میگوید زنم نمازخوان بود و از علم اسلام با خبر بود، حتی قرآن میخواند. جوان میگوید چه امیدها داشتیم، ولی صد افسوس به خاطر فرزندهایم جوابش را ندادم. دلم از زن و از دنیا مانده است. جوان میگوید در این خیانت برادر جانیم بسیار درد میکند که چرا این کار را در حق من روا دید. باقی خدا این برادر را صبر جمیل عطا کند و همه ما را هدایت کند. خدا حافظ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.